سلام دوستان فنی گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام براتون یه لامپ تست بسازم. این مدار بسیار ساده و در عین حال کاربردیه. کارایی این مدار اینجوریه که اگر ما وسیله ای رو تعمیر کنیم و یا بخوایم وسیله ای رو تست سلامت کنیم، این مدار باعث میشه که وسیله ما و سراغ برق ما هیچ آسیبی نبینه. برای ساخت این مدار شما هم از لامپ 100 وات میتونید استفاده کنید، هم از لامپ 200 وات. در انتهای همین ویدیو نقشه مدار رو براتون میذارم که خیلی راحت‌تر بتونید اونو بسازید. خیلی خوب، بریم برای تکمیل کردن مدارمون.